سلام، وقت همگی بخیر. آقا یه اشتون خانومی از اون طرف دنیا پیدا شد، چارقد مشکی سرش کرد و اومد پابوس عمامه به سرا. نیتشم والله بالله قربتن الالولایت بود. اما سوال اینجاست که آخه پس این بلبله‌ای که تو جون ولایت افتاده واسه چیه؟ از یه طرف رأس دوم لاریجانیا اسمشو میذاره مصیبت عظما. تماس با عرض میکنم فتنه‌گران و حمایت از اونها این دهنکجی به نظامه. گزارش های ما داریم هم رسمی و هم غیر رسمی که خانم اشتون صراحتاً گفته ما با توافق با وزارت خارجه این کار انجام دادیم و ایشون صراحتاً گفته است که ما اصلا شرط کرده بودیم وقتی در ایران میایم با جامعه مدنی تماس داشته باشیم. اگر این حرفا صحیح باشه باید گفت یه مصیبت، و اگر درست نباشه و دستگاه امنیتی کشور و وزارت خارجه مطلع نباشند این باید گفت مصیبت اعظمی است. از اون طرف یه یابو علفی به نام کوچاکوف افسار پاره میکنه و استبل مجلس رو میذاره رو سرش. این کوتاهی از وزیر محترم اطلاعات پذیرفته نیست. این کوتاهی از وزیر محترم خارجه پذیرفته نیست. والله این بدتر از کاپیتولاسیونه. این کشور مستقله، این کشور مستعمره یک مشت اروپایی بیخبر از خدا و غافل از فرهنگ و تمدن نیست. آقای وزیر اطلاعات کجا هستی که برای بار دوم این عجوزه میاد و در سیستم قضایی کشور ما دخالت میکنه؟ کجایی که استقلال این کشور را اینجور لگدمال میکنن؟ اون یکی رأس لاریجانیا که خودش اون پشت مشتای سر و سری با شیخ فری داره میزنه تو پر کوچکزاده مخمشنگ و وسط محکوم کردن دوغکیش سیگنال جام زهری میده. کاری که نماینده اروپا کرد کار بسیار زشتی بود، چون اگر میخواستن ملاقاتی بکنن باید طبق پروتکل از قبل اطلاع میدادن به وزارت خارجه. این که دزدانه برن یک ملاقاتی بکنن دون شأن خود اروپایی هاست و توجه ندارن با این کار چه خدشه‌ای به خودشون وارد میشه. اما اینو مقایسه با کاپیتولاسیون نکنید، با مقایسه اینطور بی جهت ذهن‌ها رو تخریب نکنید. خلاصه وضعیت سیتن در سوته، همه تو فاز قیقاجن. این وسط بسکیجیای شوت هم گله‌وار رفتن جلوی سفارت اتریش و داد زدن که وای به روزی که بفهمیم چی شد. در اعتراض به دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با چند تن از محکومان فتنه 88 در سفارت اتریش، جمعی از دانشجویان مقابل این سفارت تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. تجمع اعتراضی؟ دانشجوها؟ بابا شما که شور آزادی رو در آوردید که. تازه اینا که چیزی نیست دوستان. قضیه ملاقات لیدی اشتون خیلی جدی تر از این حرفاست. کار به هفتیر کشی بین خبرنگار ولایت مدار و محافظ کوسه نشان اشتون هم کشید. ببینید اینجا اصفهانه، اینم خانم اشتون که از صف طولانی ملاقات مقامات فعلی و قبلی و دیدارهای یواشکی در سفارت اتریش خسته شده و اومده هواخوری. مردمم عادی دارن نگاه میکنن و تصویربردار بینوای ما هم داره عادی تصویر میگیره. اما آقا نکن، آقا دنبالش نکن، به خدا جلو مردم خوب نیستا. اوه ماجرا داره خفن میشه. داره یه کارای دیگه ای میکنه. اخوی اینجا محل توریستی عمومی میدون نقش جهان ها. به خدا جلو مردم خوب نیستا. اوه ماجرا داره خفن میشه. داره یه کارای دیگه ای میکنه. اخوی اینجا محل توریستی عمومی میدون نقش جهان ها. از اون جای خصوصی نیست که اشتون بازدید کرد و ما رو راه ندادید. پس این کارا چیه؟ بی خود دعوت شدی آقا. آخر کارم نوبت به صحنه‌گردون جمعه بازار ولایت رسید که بیاد و حسابی دل خالی کنه. همین جریانی که دیپلماتی از طرف 5+1 میاد در ایران برای مسائل انرژی هستی میپردازه به کارهای دیگه. این کارها یه چیزی نشون میده. خب دولت ایران
دعوت میکنه میاد برای معنا. حالا از این که چقدر سبک میشن، به اصطلاح اینا چند نفری اراذلو باشن که یعنی ارزش‌های انسانی رو همه رو مفاهیم رو به نام خودشون مصادره کردن به نام حقوق بشر. بعد میان با این اون ملاقات میکنن، یک کارایی میکنن، یک روش‌هایی و اعمالی که این حرکت‌ها و این کارها اصلاً ارزش نداره، ولی اینها خودشون رو نشون میدن. آدم معیوب خودشون رو نشون میده. از کوزه همون برون تراوت کردن. راستی چرا خانم اشتونی که قرار بود آمپول تقویتی واسه عظما باشه اینجوری کار عظما رو به CCU کشون؟ آخه یه ملاقات چیه که سیدعلی رو اینطوری به فس انداخته؟ جوابش یک کلمه است. بابا جون، این جسم ناقص بیماره، زهر دل و روده طرف و پیچیده تو هم. خانم اشتون که سله، چلو کباب سلطانی با دوغم واسهش سرو کنی روتون گلاب پسش میزنه و به این ترتیب مماشات باحال برای سیدعلی تبدیل به ضد حال میشه. هر شب تو خواب میکشه بدجور عذاب خماره، راه فرار نداره. سیدعلی هر شب تو خواب میکشه بدجور عذاب خماره، راه فرار نداره. نگرونه بوز بیاره، قیام گل بگیره دوباره، دخلشو در بیاره. رقصای داغ و شفا با آقای موشکار، با آقای موشکار.